حیاتی پس از آدمان، یعنی وقتی که آدمان در روی زمین زندگی نمیکنند. از بین رفتن انسانیت رو آدمان همچون فهرست علمی بینند، هم متخصصان نقش داشتند که وقتی که آدمان در روی زمین زندگی نکنند چی روز فرا میرسد، یعنی دنیا را چی انتظار می شود. موافق تصویر، بعد از نصف شدن انسانیت در روی زمین نورهای جهانی نیز نابود می شود، یعنی برقها، همه چراغک هایی که خانه ما و شما را روشنایی می کند خاموش می گردد. هفته اول از سببی که در دنیا شخص نیست که احتیاج سوزشواری نیروگاه‌های برقی را تامین کند، روشنایی ها شهرهای جهان را ترک می کنند. انرژتیک های شمالی باید روغن کرده شود، از این رو آنها هم کار نمی کنند. یگانه کارخانه ای که این کار را دوام می دهد این نیروگاه هوور می باشد که دارای ساختاری غیر عادی است. نقب‌های زیر زمینی بعد 36 ساعت از سببی که آبها می پاشند آهسته آهسته پر آب می شوند. در نیروگاه برقی اتمی نیروگاه تنها 2 ساله انرژی وجود دارد. وقتی که انرژی استحصال شده استفاده نمی شود، reaktorها خودکاری را در دوام 2 روز پوشیده خواهند کرد، یعنی خودکاری به آخر می رسد. هنگامی که نیروگاه‌های برقی پوشیده می شود، شهرها آهسته آهسته تاریک می شوند. یک چند هفته پس سیاره در تاریکی چقر دفن می شود. پس از 10 روز عضوقواری هایی که در بازار و یخدان های ما است ویران می گردد. حیوان های خانگی که ما به آنها غذا می دادیم می میرند، اما برای آنها به بیرون برآمدن معنای آن را ندارد که آنها زنده می مانند. حیوان ها به مثل موش ها آهسته آهسته سر به خانه ها می کنند. 6 ماه پس در سراسر منطقه های شهری عالم حیوانات وحشی آغاز می گردد. حیوانات وحشی که از سبب انسان ها از جای زیست خود محروم شده بودند به وطنشان بر می گردند. پس از 1 سال در راه های اتومبیلگرد، باغچه ها و جای هایی که آفتاب را می بیند اهالی رستنی ها افزایش می یابد. بعد چند زمان رستنی ها راه های اسفالت را ضبط کرده می گیرد، چون رستنی ها در دیوارهای معماری می افزاید. ضرر رسانی را به بناها نیز شروع می کند. روندهای طبیعی سبب آتش و سیل ها می گردد. همین طور همه چیزی محصولات انسانی سوخته خاکستر می گردد و این به پیدایش نیتروژن آورده می رساند و رستنی هایی که از آن غذا می گرفت نابود می گردد. بعد از 5 سال تمام رستنی ها همه جا را ضبط کرده می گیرند. تا چی درجه می توانند همه را پوشند گفته سوال دهم، اگر البته که در جوابش مثال آوردن ممکن است. معبد انکار در کامبوجا، رستنی ها این معبد را که در عصر 15 ترک کرده شده بود پوشاندند و شاخه هایش در گرد و اطراف دیوارهای معبد تاب می‌خوردند. گویم هم خطا نمی‌کنیم. بگذشت وقت در میدانها، باغچه ها و میدانهای علفی که کودکان تاز و دوان بازی می‌کردند رستنی های دیگر خود به خود برویدن آغاز می‌کنند و این اهالی رستنی ها و بیناهایی که در شهر وجود دارد به آن طرف پهن می‌شوند. اساساً درباره مکانی که در آنجا 20 سال است انسان زندگی نمی کند مثال وجود دارد. شهر پریپیات در اوکراین از سال 1986 تا این جانب تقریباً 32 سال شد که خالی است. سببش فلاکت اتمی می باشد. پس از تفتیش مفصل شما می بینید که بعد این نمود فلاکت نیز حیات ادامه می یابد. حتی پس از این خیلی فاجعه طبیعت از سر برقرار می شود. بعد در این مدت بیناهایی که در شهرهای سرد ساخته شدند از سبب یخکنی و وسعت دادن آب که در ترکیش های دیوارهای آن جمع آوری شده‌اند ضرر می‌بینند. رستنی ها با واسطه ترکیش های از سبب تأثیر منفی تری پیشرفت می‌کنند. پس از 25 سال بیایید اول قید می نماییم که در دهات ها حتی ایزی پا هم نمیموند. سمت هایی که به بحر نزدیکند به مانند شهرهای لندن و امستردام آبخیزی می شود. از سبب فشار بلندی آب شیشه های بیناها استواری خود را دوام داده نمی توانند و می شکنند. اهالی این شهرها پرندگان و حشرات می شود. لگندان ها که در جبهه های آدمی غذا می گرفتند از نبودن ما غم می خورند، اما این دپرسیا همگی 1 دقیقه دوام می کند و بعد از آن آنها به خوردن کتاب ها و دیگر اشیاء شروع می کنند.
پس از 40 سال خصوصا خانه های دهات با زمین یکسان می شوند و نمک هایی که در دیوارها جایگیر است با سنگ هایی که دیوار ساخته شده است حرکت می کنند. ویرانشوی یا اینکه پوسیدن بتون ها البته که نیروگاه‌های برقی را هم نیز تاثیر می رساند و خصوصا نیروگاه‌های برقی که از سنگ‌های کلان یا اینکه خاک‌های پخش شده ساخته است خراب می‌کند. نتیجه طبیعی این باشد آب‌ها همه جا را که از پیشش می‌براید تورمار می‌کند. بعد 50 سال کپروک‌ها از سبب نگاهوبین نداشتنشون زنگ میزنند و با نست شدن روبرو میشوند. پوسیدن کپروک‌ها اول از کابل‌هایی که هزارها تن وزن را میبرداشت آغاز میگردد. از وقتی که آدمان در سیاره زندگی نمیکنند 75 سال سپری شد. اکنون اتومبیل ها وابسته با جایگیری اقلیمشون می توانند با سرعت تیز از بین روند. تجهیزات هایی که در اقلیم خشک است نظر به اقلیم نم بوده زیادتر عمر می بینند. بعد 150 سال یکی از حیوان هایی که ما و شما بسیار دوستش می داریم با سگ ها چی می شود؟ در این زمان که اهالی گرگان خیلی زیاد شده است با سگ ها جفت شده سگ های خانگی با وحشی تبدیل می یابد. بعد نابود شوی انسانیت تغییرابی زود و تازگی احتمالاً در بحرها خواهد شد. از سببی که آدم نیست حیوان های آبی را شکار کند اهالی بحر زیاد می گردد. کپروک هایی که از سبب زنگزنی پوسیده بودند و تونل های زیرزمینی که بعد 36 ساعت نابود شوی انسانیت پری آب شده بود ستون های آهنیش به خاک مبدل می گردد نیست و نابود می شود. 200 سال پس قلعه ایفل چقدر استوار باشد هم نابود می گردد. اساساً این ساختار است که برای حفظ آن تقریباً بین هر 6-7 سال رنگ کرده می شود. تشویشگری که نباشد ایفل نیز از بین می رود. بعد 300 سال سپیس نیدل یعنی قلعه فضایی سوزان که در سیتل جایگیر است نیز نصیب خود را می گیرد. بینای امپایر استیت نیز از سبب خاک آهسته آهسته به زمین بر می خورد. بعد 500 سال انسانیت شاید یگان ساختار تمدن انسانی حداقل یگان بینای از بتون ساخته شده نماند. بعد یک عصر قریب همه تمدن تحقیقات انسانیت برطرف کرده می شود. در همه جا رستنی ها در همه جا طبیعت از بتون آهن و پولاد چیز باقی نمیماند. بعد 10,000 سال بتون آهن پولاد کاغذ خلاصه همه چیز میپوسد نیست و نابود میگردد. اما فکر نکنید که یگان چیز انسانی باقی نمیماند. 3 ساختار انشاءاتی وجود دارد که پیش بینی شده است تا 10,000 سال دیگر عمر بیند. دیوار بزرگ چین باشد مدت طولانی زنده میماند. پیرامیدهای گیزه تا زمانی که با قم پوشیده می شود زمین را آرام می دهد. سرهای کوه رشمار در نظر است که هزارها سال باز عمر بیند زیرا دشمن یگانه آنها شمال است. 35,000 سال پس چیزهایی که به انسانیت آید بود قریب که وجود نداشت. زمین مکنون به تازگی که انسانیت به طبیعت ضرر داده بود بند بود. یکی از این ضررها تیرهای سلاح بود که انسانها در روی زمین یکدیگر را میکشتند. بعد 35,000 سال از خاک تازه کرده خواهند شد. 7,200,000 سال پس سرهای کوه رشمار تا آن دمی که زوراوری پنوماتیکی و زلزله های پرقوت نشود هستی خود را ادامه می دهد. بعد 10,200,000 سال هیکل های برنز دیده می شود. بعد 3 میلیارد سال حیات چقدر که ما تصور کرده نتوانیم هم در روی زمین دوام خواهد یافت. 9 میلیارد سال بعد 9 میلیون تن اورانیوم 238 ماده‌اش هنوز نیمی عمر خود را می‌گذراند. سیاره وابسته به تغییرات آفتاب من بعد نیز گرمتر می شود. حداقل تا 1 میلیارد سال چون گذشته یک میکروب موجودیت خود را ادامه می‌دهد. اینک رسیدیم باز به پایان یک ویدیوی دیگر. برای همه شما تشکر میکنم. اگر ویدیو برای شما معقول شده باشد پس لایک رو زیر کنید و به کانال ما ابونه شوید تا از دیگر ویدیوهای جالب و شوق‌آور استفاده کنید. پس تا ویدیوهای آینده سلامت و خانه آباد باشید.